سلام. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید طالبان باید به طور واقعی به گفتگوهای صلح حاضر شده و جنگ را متوقف کنند. به گفته وی طالبان جز صلح انتخاب دیگر ندارند. دروازه اسپین بولدک چمن از 11 روز گذشته بدین سو از سوی حکومت پاکستان بسته شده است. تجاران کندهار میگویند پاکستان هر سال در فصل میوه‌های تازه دروازه را به بهانه‌های گوناگون بسته کرده و تجاران را میلیون‌ها افغانی خساره‌مند می‌سازند. علمای دینی و قربانیان جنگ در ولایت کنر طی یک راهپیمایی کمک‌های روسیه و طالبان را نکوهش کرده و از کشورهای منطقه خواستند که از مداخلات در افغانستان دست بردارند. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید بعد از رخصتی‌های تابستانی به وزرای معرفی شده سوی حکومت صندوق رایدهی خواهند گذاشت. میرزا محمد کتوازی معاون این جرگه گفته است نصب شدن شمار از وکلا به کرونا روند رای دادن به وزرا را متوقف نخواهد کرد. و شورای علمای پاکستان از ساخت یک کلیسا در اسلام آباد پایتخت این کشور حمایت کرد.